سلام ولوچیلیا، حالتون چطوره؟ اگه اولین ویدیو از چنل منه که میبینی، من دورنام و اینجا چنل منه ولوچیل. اگه ساب نکردی چنلمو همین الان برو سابش بکن. قبل از اینکه بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم لایک کن. فکر کنم برای جای سوال و تعجبه که چرا من الان هیچ میکاپی ندارم و کاملا نو میکاپ اومدم جلوی دوربین، برای اینکه ویدیو امروز ویدیوییه که من میخوام در حین انجام دادن روتین پوستیم براتون تعریفش بکنم. برای همین هیچ میکاپی نباید داشته باشم، البته حالت عادیشم میکاپی ندارم به جز یه رژ لب. امروز میخوام در مورد وحشتناکترین و عجیبترین رژیمایی که مخت سوت میکشه ببینی مدل‌های خارجی میگیرن برات صحبت بکنم. شاخ در میاری که چجوری یک انسان میتونه این رژیما رو بگیره. پس تا آخر این ویدیو با من باش که ویدیوی جالبی داریم. خب من اینو ببندم رو پیشونیم. یه وسواس فکری هست به اسم وسواس لاغری. یه بیماری هم هست اسمش انورکسیا. انورکسیا یه بیماریه که خب تو کلا بی اشتهایی، خب و یه سری دچارشن و واقعا هم رنج میبرم از این بیماری. ما با این فعلا کاری نداریم. ما الان با وسواس لاغری کار داریم که اکثر مدل‌های خفن دنیا، مدل‌های ویکتوریا سیکرت، مدل‌های لویی ویتون، چه میدونم مدل‌های گوچی، خیلی از مدل‌های خفن بهش متاسفانه دوچارن و هی اینجوریان که همش میخوان لاغر و لاغر و لاغرتر بشن. این مدلیه. و بذار من یه دقیقه برم بیارم لوازممو، یادم رفت همینجوری دارم ویدیو رو میگیرم. یه دقیقه آیس یخ. اولین چیزی که من تو روتین پوستیم استفاده میکنم، فقط یک لحظه. این بیماریه اینجوریه که طرف دوست داره هی لاغر و لاغر و لاغرتر بشه و هر چقدرم که لاغر میشه انگار اینجوریه که براش کافی نیست و دوست داره همینجوری هی ادامه بده به مسیرش. پشه از دیشب منو سرویس کرده بچه‌ها به معنای واقعی و نمیتونم بکشمش. نمیدونم مگس پشه است چیه. برای اینکه بخوان هی لاغر و لاغرتر بشن، آخش برو کنار، وای چه حالی میده. شروع میکنن یه سری رژیمای عجیب غریب گرفتن، یعنی رژیمای واقعا عجیب غریب. یکی از این رژیما که الان بهتون میگم پشماتون میریزه احتمال زیاد، رژیم کرم کدو. حالا الان با خودتون میگین که خب یعنی چی رژیم کرم کدو؟ یعنی کرم کدو طرف میخوره؟ بله درست شنیدی، کرم کدو میخوره طرف، به معنی واقعی کرم کدو میخوره. این کرم کدو میره چیکار میکنه؟ یعنی در واقع تخم کرم کدو رو میخوره، نه خود کرم کدو رو. این تخم کرم کدو رو که میخوره تو بدنش اینا بزرگ میشن، یعنی از سوخت که میان بیرون شروع میکنن چربیای بدن رو ازش تغذیه کردن و تا یه مدتی طرف واقعا نتیجه میگیره، میبینه که چقدر کاهش وزن داشته، مثلا چربیای بدنش کم شده اینا. بعد از یه مدت که مثلا اون کارشو انجام میده، اینا میرن قرص ضد انگل میخورن برای اینکه مثلا اون کرما و اینا از بین برن، یعنی به خیال اینکه اونا از بین برن. ولی همه اون کرما از بین نمیرن و خیلی هاشم دفن نمیشن. اینا میمونه تو بدن، هم شروع میکنه تولید مثل کردن، هم شروع میکنه از مواد معدنی و مغذی بدن تغذیه کردن. کم کم وارد روده شده بود دیگه، از روده میتونه وارد بخشایی مثل کلیه و کبد بشه و حتی قلب و حتی مغز و میتونه همه اینا رو بخوره. طرف فکر کرده خب خیلی اوکیه و من رژیممو گرفتم، لاغرم شدم، قرص ضد انگلم خوردم و تموم شد. ولی هم بدنش دچار یه سری جراحت ها ممکنه بشه. این تازه خوبشه. اگه بره توی مغز و قلب که خودتون میدونید چه اتفاقی میفته که از تو اندامای داخلی رو انقدر اینا میخورن که تحلیل میره بدن و کم کم میمیری متاسفانه. این یکی از سمی‌ترین رژیماییه که این اسکولا میگیرن که اصلا نمیتونم بفهمم، اصلا نمیتونم درکشون بکنم. یعنی چی؟ به طرف خودش لاغر مدل دیگه اما باز میخواد لاغرتر بشه. این وسواس فکری است که داره. حالا بریم سراغ
رژیم شماره 2. این خیلی سم بود، خدایا از نظر خودم این یکی از سمتریناش بود. بچه‌ها یخو میبینین چی کار میکنه با پوست؟ واقعا یکی از چیزایی که شما هی بهم میگین پوستت چجوریه که اینقدر خوبه، البته الان خوب نیست، یاد یکم جوش زدم، همین یخه. هر روز صبح بیدار میشی یخ بزن، میخوابی یخ بزن، کلا یخو اینجوری به مال به پوستت که خیلی خوبه. خب من اینو میذارم یکم خودش خوش بشه، با چیزی خشکش نمیکنم، بعد میرم سراغ مرحله بعدی. حالا رژیم شماره 2، رژیم نیکوتین. همونجوری که از اسمش مشخصه، طرف میاد نیکوتین مصرف میکنه که اشتهاش کم بشه و منجر به کاهش وزن بشه. یعنی چیکار میکنه؟ ناشتا صبح که بیدار میشه بعد نیکوتین وارد بدنش بکنه. حالا میتونه سیگار باشه، میتونه از طریق چه میدونم جویدن و خوردن مواد نیکوتین دار باشه. قبل از هر وعده غذایی نیکوتین رو باید مصرف بکنه که اشتهاش یه جورایی بیمیلی به غذا پیدا کنه. ولی اون دوز نیکوتینی که مصرف میکنه خیلی بالاست، انقدر بالاست که تو دیگه اصلا میل به هیچ چی دیگه پیدا نمیکنه. یه مدت ادامه میده این رژیمو. من اون موقعی که سیگاری بودم چند سال پیشا رژیم نیکوتین فکر کنم میگم چون همین بودم واقعا. ناشتا میکشیدم قبل غذا، بعد غذا کلا سیگار میکشیدم دیگه، خیلی هم میچسبید. ولی خب الان خدا رو شکر 2 سال پاکم من چون تو دوز بالا دارین مصرف میکنید باعث خب خطرات جدی تو دهن و ریه میشه. یعنی ممکنه سرطان دهان یا سرطان ریه بگیری چون دوز مصرفیش بالا. خیلی خطرناکه این رژیم، واقعا نمیفهمم چرا این کارا رو میکنن. بریم سراغ رژیم بعدی، رژیم پرولین. تدا آبرسم تموم شده، فعلا کرمم میذارم یکم دیگه خوش بشه. توی رژیم پرولین تو رسما هیچی نمیخوری، هیچ چیزی نباید بخوری. یعنی چی؟ یعنی تو توی یه بازه زمانی مشخص هیچی نمیخوری، مثلا یه هفته 10 روز 20 روز فقط نوشیدنی میخوری. یعنی تو روزی 400 کالری نوشیدنی وارد بدنت میکنی. نوشیدنی انرژیزا میتونه باشه، هر نوشیدنی میتونه باشه. واقعا این اصلا دیگه مشخصه که چقدر میتونه خطرناک باشه. برای چی؟ برای اینکه فقط بخوای مثلا 2 کیلو بیای پایین باید این کارو بکنی. خیلی ترسناکه فقط نوشیدنی انرژیزا یا حالا نوشیدنی با قند و اینا بخوای مصرف کنی، هیچ چیز دیگه هم نخور. خب معلومه هیچ مواد مغذی بدن نمیرسه. بابا کور میشین، موهاتون میریزه، کچل میشین. گرفتمشو. یه رژیم دیگه هست، این رژیمه رو من خودم خیلی دوست دارم. میدونید چه اسمش؟ رژیم آب گریپ فروته. خب این مدلیه که اینجا نورش زیاد شده. این بچه‌ها من اینم بگم، من چون پوستم چربه کرمایی که میگیرم مخصوص پوستای چربه. خب یا حتی آبرسانایی که استفاده میکنم. آقا این چیزه رژیم آب گریپ فروت اینجوریه که تو هر چی که دلت بخواد میتونی بخوری. هر چی، سرخ کردنی، شکلات، نمیدونم هر چی دیگه، چیپس، پفک، تنقلات، هر چی دلت بخواد میتونی بخوری. ولی روزانه 64 اونس آب گریپ فروت بخوری. یک موی اینجاهای من چسبید، چون آب گریپ فروت چربی سوز خیلی قوی و بالاست و تو اگه هر چیزی هم بخوری ولی روزانه 64 اونس آب گریپ فروت بخوری عالیه دیگه. یعنی کاملا چربی سوزی تو بدن اتفاق میفته، خیلی هم خفنه. ولی یه مشکلی که اینجا هست، تو مدت زمان بالا، یعنی تو دراز مدت، علاوه بر چربی ها چیکار میکنه؟ شروع میکنه مواد مغذی بدنت هم میسوزونه. متاسفانه اینش بده، اینشه که دوست ندارم، وگرنه بقیه چیزاش خیلی خوب بود. بچه اضافهشو به دستام میمالم. الان اینا از صورتم برمیدارم چون خیلی زیاد مالیدم احساس میکنم. بعد یکم به تتوهام هم میمالم که فرش تر بشه. آره خلاصه به نظرم ولی جالب میتونه باشه. یه رژیم دیگه از رژیم شکلات، تو فقط شکلات میخوری که قندت نیفته در طول روز و اون انرژی روزانه تو به دست بیاری. یعنی صبح تا شب فقط میشینی شکلات میخوری. خب اسکولی که اینو طراحی کردی، طرف قند میگیره، به فاک میره که کلا بشینه شکلات بخوره. منم دوست دارم کلا بشینم صبح تا شب شکلات بخورم، ولی با این رژیم
امان از دست این خارجی ها. چه کارایی میکنن، فقط خوشگلن، قبول داری؟ عقل ندارن تو کلشون. یه رژیم داریم مونو رژیم. این چه جوریه؟ این مدلیه که فقط میتونی یه غذا بخوری، یعنی فقط میتونی مثلا سیب بخوری. اینو قبلا دوستای منم گرفته بودم وای. یا فقط میتونی گریپ فروت بخوری، یا فقط میتونی سوپ کلم بخوری. فقط یه ماده غذایی رو توی بازه مثلا 10 از بین 10 تا 20 یا 7 تا از یک هفته از یه هفته تا یه ماه میتونه باشه. فقط یه چیزو میخوری، یه مواد غذایی انتخاب میکنی، همونو میخوری. معمولا هم یا سوپه یا میوه‌جاتی مثل سیب و اینجور چیزاست. ببین اینم چرته دیگه. دوستای من یه هفته ایشو گرفته بودن، خب خیلی کاهش وزن داره، خیلی زیاد، ولی موهاشون مثلا ریخته بوده. این خطرناکه دیگه، بچه‌ها نکنید واقعا این کارا رو. الان من دارم اینا رو بهتون میگم، پا نشین برید اینا رو انجام بدید، اینا ناموسا نکنید این کارو، خوب نیست اصلا. خوب نیست که خودتون داغون میشین. خب یه رژیم برات آوردم، رژیم تنفس. اینو بگیری که دار فانی رو ودا میگی دیگه. اینجوریه که تو به مدت، حالا یه مدتی، کلن با نور خورشید نفس کشیدن، آب و چای زنده‌ای، هیچ چیز دیگه ای نباید بخوری، فقط با همینا. اصلا انقدر خطرناکه و اصلا توصیه نمیشه. بعد از چند ماه میمیره هر کی این رژیمو بگیره. اصلا تو هیچی نمیخوری، فقط با اکسیژن و هوا و نور خورشید و آب زنده‌ای. همین. این بود از این رژیمای وحشتناکی که یه سری از مدل‌ها، معمولاً مدلایی که بچه‌ها کدی اومد صدای کدی، یه سری از مدلایی که وسواس لاغری دارن میگیرن که اصلا هیچ کدوم اینا بهتون پیشنهاد نمیشه، بجز اون که همه چی میتونی بخوری. آب گریپ فروت هم بخوری، اونو خودم شاید امتحانش بکنم، ولی توی بازه خیلی خیلی کوتاه. خلاصه که این بود. اینم از روتین پوستی من. کار خاصی نمیکنم، کلا یه یخه با این کرمی که قشنگ انقدر میمونم تا جذب پوستم بشه حسابی. اگه مفید بود براتون این ویدیو، حتما لایکش بکنید. تجربتون از رژیم‌های عجیب غریبی که تا حالا خودتون یا دور و بریاتون، مثلا دختر خالت، رفیقتون گرفته، تو کامنت ها برام بذارید. ماش به کلتون.